نجیب چرا نجیب گاو میگفتن این وقتی که در پل چرخی میرفت مثل گاو واره این بندی رو میگرفت کلی از زیر قاط میکرد میگه پس شکستاندن گردن یک مسلمان در زندان لذت میبرد. الله که تو رسوا میکنه و در سر چهارراه پتلونش در کلیج بسته میکنه. الله هر کس رسوا نمیکنه. الله دشمن خطرناک خدا اما تو ذلیل میسازه. بعد از هر کس که ذلیل ساختش ذلیل میسازه. اینال گردنها را مشکست. یک شاگرد مکتب بیچاره را که میبرد ناخونهایش برش میکشید. به این اندازه دیکتاتوری و به این اندازه بوده. این دیکتاتوری یک حزبی بود و تو دیگه خونه بود که کسی دیگه یا کار کنن یا کسی دیگه باشن. یا کت ما هستی یا دشمن ما هستی.